خودت را معرفی کن. حاجی پیروز. بگو عنوان شغلی. پیک نوروز. بله، چی شد؟ شما از جنس نسوان؟ خدا مرگم قیامت شد مسلمان. معاذالله، حجاب تو کجا رفت؟ نمیدونم چرا پر زد هوا رفت. اگر از من نصیحت میپذیری خودت باید که رویت را بگیری. ندیدم حاجی فیروز مؤنث. چه چیزایی که میبینی از این پس؟ همیشه هم مذکر هم سیاهه. برات دادم سفارش توی راهه. ولیکن پس چرا رویت سفیده؟ شما رو دیدم و رنگم پریده. بشکن بشکنه بشکن، سال سال زنه بشکن. دیروز اگه تاریک بود فردا روشنه بشکن. تو میدانی که اینجا دادگاه است؟ عدالت برقرار و حق گواه است. بله، در اصل من قاضی شرعم. ولی من بی خیال اصل و فرعم. وکیلت هم که لابد توی راهه. نه والا، توی زندان سپاهه. معاذالله، زبونت هم درازه. بفرمایید چند سانتش مجازه؟ چه می کردی؟ بگو. در دوره شاه نه آخون بودم و نه آیت الله، نه چاچون باز بودم وقت روزه، نه پا انداز بودم توی حوزه. تو داری میزنی حالا کنایه؟ همه اینها بلا نسبت شمایه. شما از آیت الله ها نمایید، برای ما نشانه از خدایید. خدا اول شما را آفریده، سپس روی شما سیپون کشیده. 2 سال زندان همین یک حرف داره. همش خیلی میارزه، صرف داره. خدا را کرده هرگز عبادت؟ به شیطان تازگی دارم ارادت. چرا رخت تنت سرخ است و خونین؟ ندانی جامعه شمری بود این؟ اگرچه بوده بد شمر ستمگر، درآمد داشت بهر اهل منبر. امام سومین خونین تن افتاد، ولی نان شما در روغن افتاد. حاجی فیروزی رفتی به مکه؟ نه، دامن من نداره لکه. ماه رمضان میگیری روزه؟ ظهر مواظبم تعدیق نسوزه. نمازت را که میخوانی درسته؟ نه والا، جانمازم توی پسته. نماز جمعه میری با جماعت؟ از اونها کردم اعلام براعت. مسلمانی تو اصلا یا یهودی و یا اصلا متدین نبودی؟ عقیدت را کسی گر کرد تفتیش، بیاور اندکی انگشت خود پیش. شنیدم در شب چهارشنبه سوری رو آتیش میپرم اونم چجوری. شمام اون شب بیاین ملحق به ماشین، که تمرین جهنم کرده باشین. 13 بدرم میری گمونم. بیا ببین چجوری میتکونم. مرتب در پی عیش و سروری. شما هم که مرتب بیشعوری. چرا ملت خوش و خرم نباشد؟ چرا دور از غم و ماتم نباشد؟ آخ اینجا بشکنم این گله داره، اونجا بشکنم اون گله داره. این جمهوری خواهه، اون دنبال شاهه. این اپوزیسیونه، اون رنگین کمونه. این میگه براندازی، اون میگه منم بازی. این ملت بیداره، هر جوری به پیکاره. آخ عقیده آزاده، باغ همه آباده. بشکن بشکنه بشکن، عشق وطنه بشکن. راهپیمایی های ما دشمن شکنه بشکن. چه شخصی مرجع تقلیدتان است؟ اخیراً محمد خردادیان است. چرا غر میدهی توی خیابان؟ نباشم اهل غیر دادن به پنهان. چرا داره زنگی در کفت هست؟ بده حکمی ببرندم 2 تا دست. چرا آواز میخوانی مرتب؟ بده حکمی بدوزندم 2 تا لب. چرا هی میروی اینجا و آنجا؟ بده حکمی به قطع هر 2 تا پا. چرا چون من عبا بر تن نداری؟
که مردم رو کنم از خود فراری؟ بنه حمامه که از جرمت بکاهم. شرف دارد بر عمامه کلاهم. ندانی من چه در حمامه دارم. من از آن بیشتر پیجامه دارم. کی بود؟ مذکر. لالا بیا بگذر ز شغل حاجی فیروز. برو فردا بیا، درگیرم امروز. بیا همکار شو با اطلاعات. جاسوس خودتی ارواح بابات، تو میدانی که ما روحانیونیم، که فاسد از درون و از برونی. خدا آخوند را باشد نگهدار. که او را داده با دیگارد بسیار. ز تاسوعا و عاشورا چه دانی؟ تو تا اینجات قیمه میچپانی. چه میدانی بگو از عید قربان؟ تبانی کردن قصاب و چوپان. زیارت رفته ای در مشهد و قم؟ ز پاریس اومدم دارم میرم رو. چه میدانی ز وضع اقتصادی؟ تو کاه و یونجه را خوردی زیادی. چه میدانی ز اوضاع جوانان؟ تو دزدیدی جوانی را از آنان. محیط زیست را هستی نگهدار. اگر پاکش کنم زمسال سرکار. لذت میبری از نطق رهبر. هر جفت گوشام میره تو سنگر. خبر میگیری از مهدی موعود. 110 رو خبر کن گشت مفقود. به فرمانده سلامی کرده بودی؟ سلام که نه، خدا حافظ به زودی. خبرداری ز توضیح المسائل؟ بله جر دادم یک جلد کامل. ببین این حرفهای تو خلافه. سر گوندش هنوز زیر لحافه. سخن با رهبری داری عمومی؟ آهای عظما پاشو جمع کن تمومی. تو میخواهی ز رهبر عفو و بخشش؟ خودتی با همه بیتت بگو بش. چه باشد فکر تو درباره من؟ ببینم اهل سیغه هستی اصلا؟ تمام دنیا یک طرف تو یک طرف. عزیزم عزیزم نرو به اون طرف که من خاک تو سرت بریزم. عزیزم ای مرد شور چشمات، ای شیخ هیزه بدزاد. اگر خواهی ز من حکم براعت، بکن از آنچه میگویم اطاعت. مواظب باش وقتی میدهی قر، نمالت باسنت بر شرع حاضر. به وقت دین دیریم ریم دیم دارم رام، نگیرد داری زنگیت به اسلام. هر آنچه در خیابان در میاری، همه را شب به شب اینجا بیاری. پس از کست 3/4 سهم رهبر و 1/4 من و آیات دیگر، هر آنچه ماند باقی سهم سرکار. برو شکر خدا کن، حق نگهدار. ببینم حضرت قاضی نافم، قرش را من بریزم تو بریسم. مگر مردک خودت باسن نداری؟ مگر تو گنده تر از من نداری؟ کمی خیر سرت آن را بجنبان، همش از باسن مردم نخورنان. همش از باسن مردم نخورنان. همش از باسن مردم نخورنان. ارباب خودم ارباب بی ارباب، ارباب قانون و دریا. ای آخوندک حجت باید، حقوق بشر رو بکن رعایت. دیگه بیرون نیا از توی خونه، تا محیط زیست تمیز بمونه. آدم بشو این آخر عمری، البته نمیدونی چطوری. سال زن امسال، نوبت من امسال. بشکن بشکنه بشکن، دنیا با منه بشکن. امسال سال شوره، آخوند گور به گوره. عمامه مچاله است، تو سطل زباله است. این خلق عباسوز امسال میشه پیروز. امسال سال شاده، آخوند نامراده. امسال سال گیسوست، آخوند توی پستوس. امسال سال خوبه، آخوند تو غروب. امسال سال حاله، آخوند به زواله.
سال تکونه، آخون سرنگونه، ملت رو به راهه، آخون ته چاهه. امسال سال عشقه، آخون تو دمشقه، از دمشق کجا میره تا ونزوئلا میره، از دمشق کجا میره تا ونزوئلا میره، تا ونزوئلا میره، تا ونزوئلا میره. با یاد تمامی عزیزان در فصل سیاه برگریزان، ای هموطنان شادی رو عشق است، زن، زندگی، آزادی رو عشق است.